اما خود نام الله یک نوع آرام بخش هست. الا بذکر الله تطمئن القلوب. با ذکر الله، یک برنامه ایمانی هست، با ذکر الله دل آرام میشه. من یک پیشنهاد براتون میکنم، غم که بالایتان آمد به کس رجوع نکنه که من تو مشکل دارم. یک دفعه بروین به پیشگاه الله، سر خم کن، دست سرتان بگذارین، فقط مدت 5 دقیقه یا 10 دقیقه. اگر از زبانتون هم چیز خارج نمیشه فقط اشک بریزین، پس سرتون بلند کن. تو شخص 10 دقیقه قبل نیستی. دیروز من از یک عالم عرب را سخنرانیش را گوش میگرفتم. گفت من در حرم شریف برای نماز رفتم. گفت دیدم که یک نفر دعا میکنه، دستای خود بلند کرده، سخت اشک میریزه و سخت انسان را آرام میکنه دعا کردن. اشک میریزه، اشکایش جاری هست. و من در پشت نشستگی هستم، اشک از زیر که میبینم ما به اندازه ترس خدا مرا فرا گرفت که من هم 2 رکعت نماز خواندم و من دست پیشگاه خدا بلند کردم. گفتم این دستای خدا بلند کرده. گفت از سرشون دستایش بلند شد و از خدا میخواه و بار بار میخواه و بار بار میخواه. وقتی در جریان دعا کردن یک شخصی آمد در داخل دامنی از این، در بالای دامن از یک چیزی انداخت، رفت. گفتی متوجهش نیست. گفتم این تو دعا کرده روان است. یک دفعه سر خود رو که پایین کرد که دید، باز دست خدا بلند کرد به پیشگاه الله دعا. باز اشک میریزه. بعد گفت دعایش تمام شد. گفت من رفتم در پهلویش نشستم که چی سر و اسرار بود این کار، چی گپ بود. گفت من قرضدار بود. گفت از این قرض من جز اما کسی که ازش قرضدار بود دیگه کسی خبر نبود. گفت من با کسی دهنم گفتن نمیتونستم، دهن باز کردن نمیتونستم که بگم من قرضدار هستم، مشکل من را حل کن. گفت من اومدم از الله خواستم، گفت حالا 3 برابر داده شد. ما اعتماد نداریم به الله. کوشش خود را بکنیم، اما قسم به الله متعال که آسان ترین راه حل هر مشکل فقط نمی است که سرت پشانیت یک دفعه به سجده چی شود؟ پایین شود. فاصله حل مشکلت با مشکل فاصله پشانیت تا به زمین است. فقط یک دفعه به پیشگاه الله زانو بزن، باز در مقابل هیچ مشکل تو زانو نخواد زدی. این برنامه های ایمانی هست. ذکر الله هست که تو رو آرام میسازه. تلاوت قرآن میکنه تو رو آرام میسازه. به تلاوت قرآن گاه اوقات متوسل شوی. نماز میخوانی، ادا میکنی، آرام میشی. قبل از نماز یک حالت داره، در داخل نماز بعد از نماز یک حالت دیگه داره. خوشحالی به تو پیش میشه.